سلام علیکم همداران عزیز. امروز 16 نوامبر سال 2024 باز تکرارم شود به شما بار انار نشان میدم. بعد سنجیم این باز دیگر انارها. انار تعریفی افغانستان این در خانه من کدام بریدنی بوده است. بعد فهمیده است که من برای نوار گرفتگم نبریده مونده است. انار از پاکستان از بزرگ گرفتم پاکستان گفت. پاکستان هم انار میمونده است. انار از ازبکستان گفت فروشنده و اساسی که همین سبب شد برای نشان دادن انارها این انار از سیریا می باشد. انار سیریا در روسیه از همه انارهای قیمت و خریدارترین است گفتند. یک تا همسایه ما که جمعه بای آمد است روسیه گفت که من انار سیریا آوردم. من گفتم من یک تا دید دادن در بدنش من خرید کینگ نوشتگی یک نقطه دارد. کینگش این شاه یعنی شاه انار باشد. حاضر میکشیم میبینیم اینا میبریم میبینیم چی میشه. حکم زباندان ها نزدیک که انار رو میکشیم یا میبریم سوید رو میکشیم این رو هم ممکن کشیم اینجا نیزنده کو. برای همین یک بسم الله میگیم سر میکنیم از انار افغانستان. باز فراموش نکنم یکی از انارهای بهترین انار قمسنگیر بود جیهون. من در نورک برای دیدگی بودم تکلیف کرده بودم آزمونده اومده نتونست و نمیدونم سببای چی باشد در که کامل نمیدارد. آخر وقت در تماس نبرام است که من باید میرفتم انارهایش رو نوار کرده به شما نشان میدادم و در تاجیکستان پرورش میکردم از اناری جیهون. چونکه از همه بهترین اناری که من دیدم حاضرش جیهون است. هم نمود استتیکیش نمود ظاهری پوستش هم شیرینیش. میبینیم اکنون این انارها را بسم الله الرحمن الرحیم. این اناری گفتیم اناری افغانستان این نمودش یک میچشیم بسم الله الرحمن الرحیم. این افغانستان است انیق معلوم است از پوستش هم از دیگرش هم. انار آب دارد لیکن شیرین نیست. دیگرش کشیم بریم که خفه نشود. فکر میکنم اینش دیگر خیلی تر است لیکن راست انار آب دارده دونه اینش دیگر خیلی است. نه هم خیلی است اما یک خیلی است. سالک این شیرین تر موزه رای دارونش از داخل همینو بهترین انار رو میبینیم. اساس همه انار سیریه بود. برای همین من هم را منوار گرفتم. انار پاکستان دونش سرخ است. باید شیرین دونه باشد. دونه انار پاکستان از انار افغانستان فرق کرد از حساب سرخیش. این سفیدتر سرختر نه این سرختر این افغانستان سرختر و میچشیم بسم الله الرحمن الرحیم. به نهایت شیرین کمبودی کمان دارد. دونش رو خورده نمی شود. دونش رو میگردانید. این نگذشت. شیرین و دونش سخت. انار ازبکستان رو میکشیم. و باید در تاجیکستان انار بهترین را یافته پرورش کنیم. باید وظیفه دار هستیم. شما نیمان
از داخل ترکستان باشد از خارج کشور باشد باید که انار بهترین رو ما باید دسترس کنیم. انار ازبکستان دو نهایش مانند به همین یگان فرقیت ندارد. این رو هم میچشیم. با مانند پاکستان شیرین نیو، لیکن از همه این دیده این انار رو خوشخورگیم می شود. انا می گذاریم به دیگر انار. این پاکستان من برای مشاهده دو تا انار پس ماده خودم رو آوردم. هم بریم ببینیم. انار تعریفی سوریه میبینیم چقدر انار است. در تنش شاه نویسندگی است. کینگ نوشته شده است. نه این انار دیگر. این انار دیگر. اکنون همدیران عزیز شیرینی و ترشی انار وابسته از محل انار پروری. اونجایی که بهارش تیزتر میبیاد، آفتاب تابستونش گرم است، زمینش سرغیزا است، آبش رو سری وقت میتن و انار بهترین میشود. زمین باید غذادار باشد در انار. خیلی این اناری سوریه. من گفتم که اگر همین انار سوریه بهترین باشد، نهالش رو از همین دانهش من میسبزانم. خیلی میبینیم حاضر. بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت بهترین است. آبدار است، شیرین است، دانهش سخت نیست، ملایم است. دانهش در دهانتون نمیماند. ملایم دانه نیو انا بدون میگن و نیو دانهش ملایم تر است. لیکن فکر میکنم همه انار خونسنگری خودمان جایهون خودمون بهترین است. خیلی اناری بهترین بود است. زور بود است. اکنون همین پسماندهای اناری من میکشیم. میبریم. این پسمانده اناری من بگونم اناری سیری از زوره. همدیران عزیز با من در ورزو میدونم اناری بهترین در جنگله گفتن قشلاق است. همدیران عزیز اکن دونای وای سال کلانتر بگمونم دونای وای. لیکن از آنی منم یکون کم بودی ندارد. باز با کلانترش یافته بیارم من شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اناری من دونش سختر. یک من رفته باید بیارم. یا اناری کلان یافته بیارم. سرخ. اناری سال کلانتر اناری من. در نمود بسیار انار بهتری میتواند انار ما. در مزه انار من بهترین، لیکن انار سیریه
донаш мулоимтар. Хулоси гап рости гап Сурия бурид, лекин анори ҷайҳун мебурад. Ина ман дар ҳамун норак чашида будам, анори ҷайҳунро мебурад. Барои аввал ман фикрам парвариш намекунам, ҳаракат мекунам анори ҷайҳунро оварда зиёд кунам, чунки вай пӯсташам сурх, вай ҳамин зоҳирашам зур нағз буд, маззашам беҳтарин буд. ана ҳамҷояни азиз, ин буд як озмоиш. ин қадар анора акун пагумо бояд хӯрем. ана азоб кашида дар паноҳи худо бошед.